الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه تلفن مستقیم یا منبری است برای شما عزیزان که می توانید با ما تماس بگیرید، شبهات، سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از طریق این منبر بیان بکنید رو می توانید با آزادی تمام با بینندگان و شنوندگان ما در میان بگذارید. با شماره واتساپ برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که در این مدتی که با شما عزیزان هستیم سخن حق رو بگوییم و اطلاعات و معلومات دینی من را انشاءالله بالا ببریم. همچنین سوالاتی رو که عزیزان ما از طریق واتساپ پرسیده بودن من در یک برنامه جداگانه پاسخ دادم و در این روزها انشاءالله بعضی از کلیپ هاش پخش شده و بعضی دیگر هم انشاءالله پخش خواهد شد در روزهای آینده و دوستانی که سوالات خاصی دارن میتونن از طریق واتساپ بفرستن. من یا بقیه اساتیدی که هستن در شبکه انشالله سوالات شما رو پاسخ خواهند داد. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز از روسیه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من دارم سوالی دارم. بفرمایید. بسم الله. در یک امر معروف یک ایشان شنیده بودم که میگوید ایشان وقتی زن شوهردار یا مرد شوهردار اگر زنا کنن نکاح آنها تا وقتی که تحول نمیکنن نکاح آنها بریده میشود. و دومین سوالم هم بدیم. بفرمایید. بسم الله. و میگوید که وقتی که اینها از دنیا میگذارن و شوهر زن وقتی که از این حال همسرش که خبردار نبود گناه های این جوان، مقصد این مردی که با زنی و زنا کرده است، گناه هایش را این میگیرد و ثواب ها و عمل های نکی که این زناکار کرده است در شوهر اون میدین او را برای مقصد به هیچ روا نکن، این را به دوزخ. یعنی اگر شوهرش خبر داشت یا خبر نداشت؟ اگر شوهرش که خبر نداشت میگوید. باش، چشم در این مورد صحبت میکنم انشالله. من همینجا گوش کنم. تشکر شما. در مورد این که آیا کسی که مردی که زن دارد یا زنی که شوهر دارد زنا بکنن آیا نکاحشان باطل می شود؟ نه، نکاحشان باطل نمی شود. اما در قرآن کریم ما یک آیه داریم که الزانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک. که مردی که زناکار است و زنی که زناکار است اینها با مردان و زنان پاک که زنا نمی‌کنن نباید ازدواج بکنن. مثلا اگر کسی با دختر کسی خواستگاری میآید و این شخص معروف است به این که زناکار است نباید به او دختر بدند، و یا دختری که مثلا زنی که معروف به زنا هست، به فحشا هست و اگر خودش رو مثلا به عنوان همسر شرعی میخواهد که به جان کسی بزند نباید که او رو به ازدواج بگیرد. همچنین این در مورد مشرکین هم هست، زن مشرک و مرد مشرک رو نباید به ازدواج گرفت. اما یک زنی پنهانی مثلا زنا می کند، شوهرش خبر ندارد، اصلا اطلاع ندارد، این ولا تزر وازرة وزر اخرى، گناه کسی رو کسی دیگری نمیگیرد. شوهرش که مادامی که خبر ندارد هیچ گناهی بر گردن او نیست.
اما یک مرد مؤمن و مسلمان باید از همه احوال همسرش و خانوادهش و محارمش خبر داشته باشد. در اسلام یک انسانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که چند طبقه از مردم هستند که بوی بهشتم به بینی اونها نمیرسد. یکی از اینها به نام دیوس شناخته می شود. دیوس کسی است که در مقابل محارم خودش غیرت ندارد. کسی به زنش دسترازی بکند غیرت نمی کند، کسی در مورد زنش صحبت بکند غیرت ندارد، و اگر کسی مثلا با همسرش عشق بازی بکند غیرت ندارد، یا که همسرش رو با لباس بد، با لباس که باز باشد یا بدون حجاب در کوچه و بازار در کنار خودش میگردانند، مردای نامحرم میبینند، از دیدن او لذت میبرند، این انسان دیوس است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دیوس به جنت وارد نمیشود و بوی جنت هم به مشام او نمیرسد. تشکر از شما. وقتی که در حالتی که این اساس نداشت که گفت که ایشان میفرماید اگر گناهکار مثلا به همسر او مرد زنا کرده است، گناه او را مقصد در ثواب های کرده که اگر ثواب داشت زناکار به شوهر اونا میگن نش اساس نداره؟ نه اساس نداره همچین چیزی. اساس نداره. اگر این زن توبه کرد با زندگیش رو پیش بود نمیتون یا بله. جوان از توبه کند از صدق؟ بله کسی که بندگی خدا رو باید پیش بره. بله هر گناهی که در دنیا شما تصور میکنید و انسان یعنی تصور هر گناهی رو که بکند غیر از حق مردم، الله سبحانه و تعالی میبخشد. مثلا در یک آیه، در آیه 53 سوره زمر الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو به آن بندگانی که گناه کردن، در گناه زیاده روی کردن، یعنی یک بار زنا نکرده 1000 بار زنا کرده، یک بار شراب نخورده 1000 بار شراب خورده. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناهان را میبخشد، به شرط اینکه انسان توبه بکند، توبه نصوح بکند، توبه بکند که با یقین و 100% بگید که دیگه به این کار بر نمیگردم. اما ولو این که بعد از مدتی دوباره شیطان او را فریب داد، نه اینکه از قصد از عمد برای فریب و برای مکر این کار را بکند، شیطان او را فریب داد، باز مرتکب گناه شد، باز توبه کند، در توبه هیچ وقت بسته نمی شود تا وقتی که انسان اجلش فرا برسد. وقتی که نفس انسان به القوم رسید، وقتی که دید که اجلش آمد، در اون موقع در توبه بسته می شود. قبل از اون انسان هر گناهی که کرده باشد می تواند توبه بکند و الله متعال توبه او را می بخشد، گناهانش را می بخشد. تشکر از شما. آمین. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر می کنم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیز بزرگوار خوب هستید؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ خوب الحمدلله. زنده باشید. اول از با شما هم صحبت میشوم. دوستی یک چیز و اول بختنی هستیم. بفرمایید. اوهی بکن که الله و خودی الله شما رو دوست ندارم. احبک الذی احببتنی فیه، الله متعال شما رو دوست بدارد. سلامت باشین استودیون. من یک دو سوال داشتم درباره این برنامه ها ممکن است؟ بفرمایید. بفرمایید. استودی عزیز، یک برنامه آن روی که بود درباره همون کنفرانسی که آقای مطلوب زنده بود. بله. شما جواب دادید. اما من یعنی نیمی آن را گوش کرده بودم. بله. بار دوم در اومده که این برنامه که حرف شده از شبکه بود. بله، در این مورد صحبت میکنم.
دیگر سوالم این است که ما طول 10 هفته است یعنی انتظار هستیم که برنامه تقوی بچه های تاجیک که یعنی شما تبدیل برنامه کنیم طول 10 هفته است اون رو یعنی انتظاریم اما یک چیزی در یعنی ما نمیتونیم. بله انشالله سه شنبه آینده به یاری الله متعال در اون مورد برنامه خواهیم داشت، چون در 2 هفته‌ای که گذشت روزهای سه شنبه ما مشکل داشتیم، مشکل فنی بود در استودیو، به خاطر همین برنامه اجرا نشد. سلامت باشید دوستان عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. در مورد کلیپ هایی که گفتید، بله این کلیپ ها رو ما موقتا پاک نکردیم، آفلاینش کردیم. انشالله امید است که این افکار باطل و گمراه کننده که است انشالله اینها ناپدید شود، از بین برود. به خاطر همین مدتی است که این رو از یوتیوب موقتا برداشتیم و در این مورد انشاءالله برنامه خاص و ویژه خواهیم داشت به یاری الله متعال. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خیلی دوست دارم همراهتان با تماشام و تماس ما را جواب دادین. سلامت باشین، بفرمایید برادر عزیز. الله متعال حفظتان کنه. استاد محترم یک سوال داشتم. بفرمایید. سوال من از اینجا استاد محترم، حکومت اسلامی حاکم می شود در یک مملکت. بله. و در احکام الله متعال را در جای تطبیق میکنند و در جای نمیکنند و استدلالشان این است که ما حکمت داریم و حکمت از دهی. آیا حکمت در تطبیق احکام الله متعال است یا در پنهان کردن احکام الله متعال؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم انشاءالله. صحبت دیگری هم دارید؟ الله حفظ. تشکر، زنده باشید استاد محترم، الله حفظتان کنه. خیلی خوش میشم از برنامه هایتان استاد محترم. سلامت باشید، الله متعال حفظتان کنه، زنده باشید. اگر ببینید، اول اصل بر این است که یک حکومت اسلامی باید شریعت الهی را تطبیق بکند. حکم در یک مملکت باید به ما انزل الله باشد، یعنی شریعت الله سبحانه و تعالی باید در یک مملکتی که ادعای اسلام می کند در این مملکت باید اجرا شود. حکم الله سبحانه و تعالی، تطبیق شریعت الهی، این از واجبات حکومت اسلامی است و علما، حکام، عامه مردم همه در اجرای شریعت اسلامی در نزد الله سبحانه و تعالی مسئول هستند. اما یک حکومتی به خاطر اینکه والله غرب به ما نگویند که اینها متشدد هستند، اینها عقبگرا هستند، اینها متحجر هستند، حدود الهی را اجرا نمی کند، احکام شر را اجرا نمی کند، این یک فکر باطل است، این یک فکر غیر اسلامی است. در هر حالت احکام الهی باید در یک کشوری که در اونجا حکومت اسلامی است و ادعای تطبیق شریعت الهی می شود باید اجرا شود. به طور مثال یکی از مسائلی که انتقاداتی که فعلا مطرح هست در افغانستان این است که به خاطر اینکه والله غرب و شرق از ما راضی باشن یا ما را به رسمیت بشناسن یا اینکه حکومت ما را قبول بکنن، با ما روابط دیپلماتیک داشته باشن، حدود الهی را اجرا نکردن، این کار درست نیست. این مغایر با امر الله سبحانه و تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. یک نکته رو باید همه حکام و ولات امور مسلمان ها، خاصا در افغانستان حکومت امارت اسلامی، این رو باید در نظر داشته باشند که
هیچ وقت یهود و نصارا از شما راضی نمی شوند. هیچ وقت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقتی از شما راضی میشن که یهودی شوید و نصرانی شوید، غیر از اون از شما راضی نمیشن. هر کاری که بکنید، هر چقدر که در امور دین، در امور شرع الهی، شریعت اسلامی تنازل بدهید، کوتاه بیایید، سعی بکنید که خودتان را متمدن جلوه بدهید، با اونها نزدیک، هیچ امکان نداره که از شما راضی شد. چرا میگم امکان ندارد؟ چون که الله متعال میفرماید که امکان ندارد. این سخن وحی الهی است، قرآن کریم است. میگوید که از شما راضی نمیشود یهود و نصارا تا وقتی که دین آنها را قبول بکنید. وقتی که یهودی و نصرانی شدید، بعد از شما راضی میشوند. هر چقدر که در امور دین و شریعت به آنها تنازل بدهید، کوتاه بیایید، اونها از شما راضی نمیشوند. امروز متاسفانه در خیلی از موارد میبینیم که تطبیق شریعت اسلامی در افغانستان یک گونه تعطیل شده است، متوقف شده است. رشوتخور رشوت میخورد، کسی او را مجازات نمی کند، در حالی که باید بر او حد الهی جاری شود، به اونم در ملأ عام. دزد دستگیر می شود، حدود الهی بر او اجرا نمی شود. لواطکار دستگیر می شود، فیلمش در همه جا پخش می شود، محاکمه نمی شود، حد الهی بر او تطبیق نمی شود. زناکار دستگیر می شود، همه دنیا خبر می شوند، حد الهی بر او جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه جهانی و حقوق بشر و فلان اینا شما را به رسمیت بشناسن؟ والله نمیشناسن. هر کاری که بکنید به رسمیت نمیشناسن. پس اگر میخواهید که الله با شما باشد، اگر میخواهید که ملت با شما باشد، اگر میخواهید که الله شما را نصرت بدهد، ان تنصر الله ینصرکم، دین الله را یاری بکنید که الله شما را یاری بکند. و دین الله وقتی یاری می شود که شریعت الهی در یک کشوری تطبیق شود، حدود الهی در یک کشوری تطبیق شود. طرف قتل می کند، باید اعدام شود. دین الهی می گوید باید قصاص شود. دزدی می کند، باید دستش قطع شود. شریعت الهی است، باید تطبیق شود. اگر به خاطر اینکه والله ما را به رسمیت بشناسن و روابط دیپلماتیک برقرار کنن، اگر میخواهید رضایت کفار رو با غضب الله سبحانه و تعالی بخرید، این مسئله جداست. پس ادعای اسلام و تطبیق شریعت و اینا رو نکنید. در یک جامعه‌ای که حکومت اسلامی است، باید در اونجا شریعت الهی و قوانین الهی تطبیق شود. الا در بعضی از مواردی که حاکم مسلمان حق دارد بنابر مصلحت جامعه اسلامی، نه بنابر مصلحت والا کفار و جامعه جهانی، بنابر مصلحتی که در یک جامعه اسلامی وجود دارد، بعضی از احکام شرعی را تطبیقش را، بعضی از حدود را تطبیقش را موقتا متوقف کند. مانند در سال قد سالی که در مدینه منوره امیر مومنان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه حکم به اصطلاح حد دزدی را متوقف کردن و دلیلش هم در یکی از برنامه خدمت شما عزیزان ذکر کردم. اما تطبیق دین و شریعت الله سبحانه و تعالی وظیفه حکومت اسلامی است و اینکه والله بنابر مصلحت و ببینید ما خیلی از احزاب، خیلی از گروه‌های اسلامی را داشتیم که به نام مصلحت از خیلی از امور دینشان گذشتن، خاصن احزاب سیاسی، بدون ذکر اسم، احزابی که شاید یک قرن سابقه فعالیت و دعوت و هزاران نفر قربانی دادند، اما والا این کارو نکن مصلحت، این کارو نکن مصلحت، بنابر مصلحت با کفار نشستن، بنابر مصلحت با دشمنان دینم کاری کردن، بنابر مصلحت از خیلی از امور دین چشم پوشی کردن. اما در آخر چی شد؟ آیا دشمنان از اونا راضی شدن؟ نشدن.
چون وعده الهی است که یهود و نصارا از شما راضی نمیشوند تا اینکه شما چیکار بکنید؟ یهودی و نصرانی شوید. و این 100 سال اخیر در کشورهای اسلامی، حرکت‌های اسلامی که از احکام الهی، از قرآن و سنت تنازل کردن، دوری کردن بنابر مصلحت که والا اونها رو عزیز بشمارن، اونها رو بهشون قدرت بدن، مکانت بدن، اما ندادند و نتیجه را تا الان میبینیم که نتونستن با این شعارهای خودشان به جایی برسند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. بله بله بفرمایید. بله بله صحبت کنید، بلندتر صحبت کنید، صدای شما رو داریم. میخواستم موقف شما رو بدونم. چی رو؟ دوست عزیز، شما اولا وقتی که تماس میگیرید در یک مکانی که تلفنتان به شکل مناسب آنتن بده برید و طوری صحبت بکنید که ما بتونیم صدای شما رو داشته باشیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، امید که سلامت باشن. اسم حبیب الله جناب استاد، از آمریکا تماس گرفتیم. حبیب الله برادر عزیز. جناب استاد، شاید سوال ما جدا از بحث برنامه شما باشه جناب استاد، راجع به مسائل نماز هست. بله. خب ما در افغانستان درس تعلیم هم کردیم، مدت مدرسی هم خواندیم. خب اینجا الحمدلله مسلمان ها از هر گروه، از خصوصا برادرای سومالی ما خیلی زیاد است. بله. مسائل نماز سوال من اینه جناب استاد، دیگه وقتی که نماز میخوان همیشه برای فرض ترجیح میدن. خب مثلا که ما درس تعلیم خوانیم در وطن، مثلا نماز صبح 4 رکعت است، مثلا نماز ظهر 10 رکعت است به این شکل. اما خب بر نماز سنت صبح ترجیح میدن، ولی مثلا بر نماز ظهر فقط هم 4 رکعت میخوانن و مثلا بر نماز شام فقط نماز فرض ترجیح میدن. ما چند بار کمرج بحث کردم، میگن یا مثلا سنت زیاده یا نفلی است که بخونه نخونه مشکل نداره. دیگه همین مسئله به قسم زینی برای مخشوش ساخت جناب استاد. دیگه خواستم من این مسئله شما بپرسم جناب. چشم، در این مورد صحبت میکنیم ان شاء الله. تفکر صاحب سلامت باشید. سلام علیکم. زنده باشید. علیکم السلام. ببینید، ما در دین یکی نمازهای فرض داریم. نمازهای فرض آن نمازهایی است که از طرف الله سبحانه و تعالی 5 وقت در اوقات معین بر ما فرض شده است. این نمازها 2 رکعت نماز صبح هست، 4 رکعت نماز ظهر هست، 4 رکعت نماز عصر است و 3 رکعت نماز مغرب است و 4 رکعت هم نماز عشا هست. اینها است نمازهای چی؟ نمازهای فرض. اگر اینها را کسی ترک کرد، در نزد جمهور علما ترک نمازهای فرض مترادف هست با چی؟ با کفر. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که بین ما و بین کفار هست، یعنی تمایزی، اختلافی، فرقی که بین ما و بین کفار هست، اینها چی است؟ نماز هست. اگر که نماز را کسی ترک کرد کافر می شود. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترک هیچ عبادتی را کفر نمی دانستن غیر از نماز. مثلا اگر کسی روزش رو می خورد نمی گفتن کافر است. اگر کسی حج نمی رفت نمی گفتن کافر است. یکی قبول نکردنش است که این شکی درش نیست که کافر است. اما اگر انجامش نمیداد، ترکش میکرد، کافر نمیدانستن. الا کسی که نماز را ترک میکرد میگفتن کافر است. این جمهور علمای مذاهب اسلامی غیر از مذهب حنفی که
بعد یک شرطی در اینجا میگذارن که اگر این نماز نخواندن به خاطر نمیدونم کاهلی باشد، اگر به خاطر تنبلی باشد، یعنی یک عذری میتراشن. اما جمهور علما و احادیث صریح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر این است که تارک نماز فرض کافر است. علما هم در این مورد میگن کسی که نماز فرضش رو ترک میکنه در مقبره مسلمان ها دفن نمیشه، نماز جنازه بر او خوانده نمیشه، بلکه مردهش رو میبردن در یک دشتی میانداختن و در مقابر مسلمان ها هم دفن نمیکردن. این در مورد نماز. در مورد نمازهای سنت یا سنن رواتب در اصطلاح فقهی معروف هست، این نمازها نه فرض است نه واجب. یعنی انسان با ترک فرض و واجب گناهکار میشه و با ترک نماز فرض انسان کافر میشه. سنت ها اینها کسی با ترکش گناهکار نمیشه. کسی با ترک نماز سنت گناهکار نمیشه، بلکه کسی که نماز سنت رو ترک میکنه از یک اجر و پاداش و خیر بزرگی که الله سبحانه و تعالی برای او در نظر گرفته است محروم می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی که در بخاری هم روایت شده است می‌فرماید که بنده من ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده من به من نزدیک می شود با نوافل. نوافل یعنی چی؟ یکی سنن است، یکی نوافل است. نوافل مثلا بعضیا رو دیدید قبل از نماز سنت میان 2 رکعت 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت میخوانند. اینا نمازهای نفل است. تأکیدی بر ادای آن نشده است. اما سنت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید کردن که این باید ادا شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه ادا میکردن، گاهی اوقات ترک میکردن. 2 چیز رو هیچ وقت ترک نکردن. یکی 2 رکعت سنت قبل از نماز صبح را نه در حضر نه در سفر ترک نکردن. میدانید که در سفر سنت از انسان ساقط میشود. نمازهای فرض را هم جمع و قصر میخوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 نماز سنت رو هیچ وقت ترک نکردن. یکی 2 رکعت سنت قبل از فجر را طبق احادیث صحیح که در بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داود در کتب حدیث روایت شده، یکی سنت فجر رو هیچ وقت ترک نکردن و دیگر نماز وتر را هیچ وقت ترک نکردن، نه در سفر نه در حضر، نه وقتی که در شهر و دیارشان بودن و نه وقتی که در سفر می رفتن. این 2 رو ترک نکردن. به خاطر همین تأکید فراوان برای این 2 نماز وجود دارد. حتی در نزد احناف وتر رو میگن واجب است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ترک نکردن و تأکید فراوان داشتن بر او. بعد الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر بنده من نوافل را انجام داد، من شنوایی میشوم برای، یعنی به شنواییش برکت میدم. بینایی میشوم برای او، به بصیرتش برکت میدم. دست او میشوم که با او به اصطلاح چی میکند؟ از خیر دنیا مستفید میشود، یعنی به دست او برکت میدم. و رجله التي یمشی بها، و پای او به برکت عطا میکنم که در رفتارش، در کارش، در زندگیش برکت عطا میشود. و این سألنی لأعطیته، و اگر از من بخواهد به او خواهم داد، و اگر به من پناه ببرد به او پناه خواهم داد. پس ببینید برادر عزیز و گرامی، وقتی که شما نفل را میخوانید اینقدر ثواب دارد، اینقدر اجر و پاداش دارد در نزد الله سبحانه و تعالی. به همین صورت نمازهایی که سنت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که انجام بدید، چه ثواب اجر بیشتر از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که سنت‌های نماز را ادا بکند برای او در بهشت الله سبحانه و تعالی خانه‌ای میسازد. یعنی ببینید این همه اجر و پاداش فراوان را ترک کردنش محرومیت است. الزامی در این نیست که
حتما و 100% شما فرض است، واجب است که این رو باید ادا بکنید. اگر نکردید نماز شما ناقص است. این نیست. ما باید فرق بگذاریم بین آنچه که مکتوب است، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مسلمانان فرض شده است در اوقاتش. همه علما رو بپرسید که این نمازهایی که فرض شده است کدام نماز است. نمیگه 4 رکعت صبح، نمیگه 10 رکعت ظهر، نمیگه 5 رکعت مغرب، بلکه به شما میگوید که 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب و 4 رکعت عشا. اینها نمازهایی است که فرض شده است. این رو باید بدون چون و چرا ادا بکنید. میماند سنت های ما قبل و ما بعد نماز که اینها را شما باید سعی بکنید که به سنت پیامبر عمل بکنید و حتما ادا بکنید تا قدر استطاعتتون، بدون تنبلی، بدون کسالت. اینها رو باید ادا بکنید و بهتر این است که در منزل ادا شود. یعنی شما نماز فرض را در مسجد بخوانید و نماز سنت رو برید در خانه بخوانید، چون طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه و علما که فرمودن، این نماز خواندن شما در خانه یکی تشویق فرزندان و اهل بیت است به اینکه نماز بخوانند و دوم اینکه ایجاد برکت در بین خانه و اهل بیت شما میگردد. به خاطر همین با ترک نماز سنت انسان گناهکار نمی شود، بلکه از یک فضل و اجر و پاداش عظیمی انسان چه می شود؟ محروم می گردد. این از این. بعضی از سنت ها رو پیامبر خیلی بر آن تاکید کردن، تاکید بیش از حد. مثلا 2 رکعت تحیه مسجد سنت است، اما سنتی که خیلی بر او تاکید شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در مسجد ننشینید تا وقتی که 2 رکعت نماز بخوانید. به خاطر همین وقتی وارد مسجد شدید اولین کاری که انجام میدید 2 رکعت نماز میخوانید و این سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی بر او تاکید کردن. به وتر خیلی تاکید کردن، به 2 رکعت قبل از فجر خیلی تاکید کردن. حتی اگر که رسیدید، چون در حدیث صحیح میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز برپا می شود هیچ نمازی نیست مگر نماز فرض. لا صلاة الا صلاة المکتوبه. مثلا در مسجد وارد شدید، دیدید که نماز صبح به جماعت شروع شده، میرید به جماعت 2 رکعت فرضتان را میخوانید. حالا این 2 رکعت سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تاکید کردن، این رو کی بخوانیم؟ به مجردی که امام سلام داد بلند میشید این 2 رکعت سنت رو میخوانید. در مذهب شافعی، حنبلی، مالکی این کار رو میکنن. در مذهب حنفی چرا بعد از نماز صبح دیگر نمازی را نمیخوانند؟ چون در مذهب حنفی نماز صبح در آخر وقت خوانده می شود. شما اگر مثلا متوجه شده باشید در افغانستان، در پاکستان، در تاجیکستان، در اینجا نماز صبح که میخوانید از مسجد که خارج میشید دیگه طرف به اصطلاح مشرق سفید شده، یعنی آفتاب داره طلوع میکنه. به خاطر همین وقتی است وقت ممنوع است. به خاطر همین کسانی که تابع مذهب حنفی هستند بعد از طلوع آفتاب بخوانند مشکلی نیست، بعد از با نماز اشراق بخوانند هیچ مشکلی نیست. اما مثلا دیده باشید در عربستان سعودی، در امارات، کشورهای عربی، در اونجا شما نماز صبح رو میخوانید، از مسجد میایید بیرون، تا سفید شدن مشرق تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگر مانده است، چون که در اونجا نماز صبح رو در اول وقت میخوانند. این فرق است که بعضی از دوستان، من در یک برنامه گفته بودم که سنت صبح رو بعد از نماز گفته بودن که این وقت ممنوع است و فلان. این مسئله اختلافات فقهی است. به خاطر این برادر ذهنتان رو به این مشغول نکنید. ببینید ما یک مشکلی داریم در جامعه افغانی خاصتاً. فرق بین فرض و واجب و سنت و مستحب و نفل نیست و این مشکل است. طرف شما را چنان بازخواست می کند در مورد نفل، در مورد مستحب، که انه که شما ترک فرض و واجب کردید. به طور مثال وارد مسجد شدی، کلاه سرت نبود. کلاه سر گذاشتن، در پوشاندن سر در وقت نماز نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است، نه نفل است، نه مستحب است، بلکه از جمله آداب است. خوب است که این کار رو بکنید، اما در نماز شما هیچ تأثیری ندارد.
متاسفانه ما در مسجد داخل بشوید در افغانستان و سر شما کلاه نباشد، همه چنان به طرف شما نگاه میکنن که انه ابلیس علیه لعنه وارد مسجد شده است. این اشتباه است، چون یک مشکلی که در نزد حتی در نزد علمای ما در افغانستان وجود دارد این است که فرق بین این ترتیبات امور دین نیست. نگاهشان به فرض و واجب و سنت و مستحب و نفل و آداب و اینا همه یکی است و دین ما دین یسر است، دین سهولت است. یسروا ولا تعسروا، آسانی بیارید برای مردم، سختگیر نباشید. بشروا ولا تنفروا، به مردم بشارت بدید، مردم متنفر نکنید. نباید که ما انقدر سختگیر باشیم که طرف به خاطر که کلاه سرش نیست از مسجد بیرونش کردن. یا در پاکستان یک مسخره بازی دیگر است که یک صندوقی گذاشتن داخلش پر از کلاههای بوریایی است، هر کسی وارد میشه یک کلاه در سرش میگذارن. یا این دقیقاً با خودم این کار شد. در اسلام آباد در یک مسجد داشتم نماز میخوندم، واسه نماز دیدم یک چیزی در سرم گذاشتن. انسان وارخطا میشه، میترسه، اصلا غرق نماز هستی، یک گوی احساس میکنی یک چیزی در سرت گذاشته شد. حالا دیدم کلاه گذاشتن در سرم. تو رو کی گفت که سر من کلاه بگذاری؟ به تو چیا که من با کلاه نماز میخوانم یا بدون کلاه نماز میخوانم؟ این بین من و پروردگارم. این روش غلط است. یعنی پیش این آدم فرض و مستحب و نفل و سنت اینا هیچ فرقی نداره. و این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه جوامع ما در افغانستان گاهی اوقات با مسائل مستحب و سنت یا نفل چنان اهمیت داده می شود که فرقی با واجب اصلا الله سبحانه و تعالی چرا این ترتیبات رو قرار داد؟ خب برای الله متعال مگر مشکلی بود؟ بر ما میگفت که خلاص صبح نماز 4 رکعت بخونید، 2 رکعت بخونید. هر دوتاش هم برای ما فرض میکرد. چرا گفته یکیش سنت یکیش فرض؟ یعنی یکیش رو تو باید حتما بخوانی 2 رکعت رو، یکیش رو به تو اختیار داده. دلت میخوانی، دلت نمیخوانی. هیچ کس حق نداره که تو رو بازخواست بکنه که تو چرا 2 رکعت سنت صبح نخوندی. هیچ کسی این حق رو نداره، چون این بین تو و بین پروردگارت هست. در مسائل مستحبات و نوافل و آداب اینا کسی حق امر به معروف نداره، کسی حق نهی کردن نداره. امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که انسان عمل زشتی رو مخالف دین انجام بدهد یا از یک عملی که واجب و فرض است آن را ترک بکند. بقیه برمیگردد بین طرف اگر دوست دارد که خداوند روزی یک خانه یک قصر برایش در جنت درست بکند، میرد نماز سنتش رو میخواند. اگر که دوست ندارد نمیخواند، تو مجبورش نکن. الا که بالای سرش شمشیر و نیزه بگیری بیستی که تو باید حتما 10 رکعت بخوانی در ظهر. این اشتباه است برادر عزیز و بزرگوار. آقای سید مصطفی بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. روز شما بخیر بود. روز شما بخیر. ببخشید اگه یادتون باشه من هفته قبلم تماس گرفته بودم با ایشون. بفرمایید. بعدش میخواستم بهتون توضیح بدم که من هفته قبل بهتون تماس گرفته بودم، میخواستم بهتون به حساب چون که شما تبلیغ میکردین ندای حق، بله. به خاطر میخواستم ازتون سوال بپرسم شما هم با منطق خیلی واضح به من جواب بدین. بفرمایید که به اون صورت که بین ما یک مباحثه شد که به حساب از اون راهی که میخواستم به حساب جوابام ازتون بپرسم یه خورده به حساب انحراف رفتیم، به حساب رامون عوض شد. بفرمایید آقا مصطفی. چند تا سوال از من پرسیدیم. صدامو داریم؟ بله بله بفرمایید. شما هفته قبل در مورد به حساب علم غیب پیامبر اینا از من به حساب سند خواستیم که از آیه قرآن اینا بیاریم. من الان بهتون سند اینا آوردم، ولی بذاره بهتون اول روشن بکنم که به حساب علم غیب از لحاظ دید ما شیعیان چجور هست، بعد بهتون سند اینا هم بهتون میگم. بفرمایید. بعدش همینطور در مورد جانشینی پیامبر یکی آقا مصطفی یکی بریم جلو. اول در مورد علم غیب بفرمایید، حرفتون رو بگید خیلی کوتاه و مختصر. بعد از اون مسئله جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو هم صحبت خواهیم کرد. باشه
بفرمایید. ببینین علم غیب مثل معجزه میمونه. معجزه همون جور که به حساب پیامبر اختیار کامل به معجزه نداشت، همه این معجزات به عز خداوند صورت میگرفت. بله. علم غیب هم همین طور بود. علم غیب در اختیار خود کامل به پیامبر نبود، بلکه به اذن خداوند هر وقت خداوند میخواد اون را انجام میداد، به دستور خداوند اون را انجام میداد. اونجور نبود که به حساب اختیار کامل داشته باشه. الان اگر پیامبر معجزه داشت میتونست یک کوه از طلا درست کنه که همه آسایش پیدا کنن. بله. یا یک بنده خدایی که به حساب تو چیزا گفتن که آقا اگه پیامبر علم غیب داشت نم فلانی را با فلانی نمیفرستادن که به حساب کشته بشن مؤمنانشون اینا. درست. اگر بخوان دنبال به حساب عیب معصومین عیب پیامبرا بگردیم، پس اونم بتونه بگیم آقا پس چطور شد عیسی به وارد بهشت شد؟ مگه علم غیب نداشت؟ من الان به حساب نمیخوام به حساب چی کنم، مثالشو دارم میزنم. درست. پس نباید به هر چیز به دنبال یک به حساب ایراد بگردیم، نباید به دنبال ایراد بگردیم، باید به چیزهای دیگه هم فکر کنیم. فهم و درک باید داشته باشه به مطالبی که میخوایم بگیم. درست. در سوره جن آیه 26 تا 28، آل عمران آیه 179 و دوباره آل عمران آیه 49، اینها همه در مورد علم غیب پیامبران اومده که همچنین پیامبران قبل از محمد، حضرت محمد و پیامبران به حساب خود حضرت محمد هم همینجور علم غیب داشتن. میشه که همین آیات رو تک تک شماره آیه رو بگید و بخوانید. مثلا آیه اول سوره جن فرمودید، درسته؟ بله. بخونید همین رو برای من بخونید ترجمه کنید. ببین همین رو میخوام بگم. ببین من عالم دینی نیستم، خب من اینها رفتم تحقیق کردم از اهل خب همین آیه چندم سوره جن، آیه چندم سوره جن فرمودید؟ از 26 تا 28. از 26. الان من برای شما میخوانم. بله من امکاناتم ندارم، شرمنده دیگه. بله. الله سبحانه و تعالی میفرماید، اینجا صفحه تلویزیون را اگر بتونید نگاه بکنید، الله متعال میفرماید عالم الغیب، الله عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، این علم غیب خود را بر هیچ کس ظاهر نمی کند، الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، مگر این علم غیبش را ظاهر می کند برای بعضی از پیامبرانی که بخواهد. یعنی نگفته که علم غیبش را به پیامبر می دهد، بلکه به پیامبر ظاهر می کند. توسط چی ظاهر می کند؟ توسط فرشته وحی ظاهر می کند. یعنی چی؟ جبرئیل علیه السلام می آمد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود که یا رسول الله فلان ابن فلان در فلان مجلس نشسته این حرف را زده است، یا فردا قرار است مشرکین به مدینه حمله بکنند، یا فلان کسی که تو را سحر و جادو کرده بود سحر و جادو را در فلان چاهی پنهان کرده است. این وقایعی هست که در سیرت پیامبر ما آشنا هستیم و شنیدیم. پس هیچ پیامبری علم غیب ندارد، یعنی علم به معنی این که خداوند جزئی از علم غیبش را در وجود پیامبر قرار داده باشد و اینم فقط در مورد انبیا هست. در این آیه اگر دقت فرموده باشید میفرماید که الا من ارتضى من رسول، مگر بعضی از پیامبرانی که بخواهد، الله سبحانه و تعالی بخواهد که آنها را از غیب باخبر بسازد. اما شما شیعیان در مورد ائمه اهل بیت هم ادعای علم غیب میکنید. هیچ دلیلی در قرآن برای این که اهل بیت یا امامان بزرگوار اهل بیت غیب میدانستند، علم غیب داشتن وجود ندارد. آیه بعدی رو بفرمایید. کدام سوره است؟ آل عمران آیه 179. اینم آل عمران 179. دوستان این رو هم نشون بدن. بسم الله.
و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله. میفرماید که الله سبحانه و تعالی نمیخواست یا نمیخواهد که اطلاع حاصل بکند کسی از امور غیبی مگر الله سبحانه و تعالی اختیار میکند از میان پیامبران کسانی را. یعنی چی؟ کسانی را که بخواهد آنها را از امور غیبی اطلاع میدهد توسط وحی، توسط جبرئیل اطلاع میدهد. وقتی که گفتیم رسول یعنی انسانی که از طرف الله متعال به عنوان پیامبر مبعوث شده است و با جبرئیل ارتباط دارد و این جبرئیل است که پیامبر رو از طرف الله متعال از بعضی از امور غیب آگاه می سازد. این که دیگه همه مسلمان ها متفق هستند بر این چه ربطی دارد به علم غیب؟ آیه بعدی آیه آل عمران 49 آیه 49 ببخشید. اینم آیه 49 آل عمران خدمت شما. بله. در اینجا هیچ ربطی به علم غیب نیست. مثلا در اینجا میگه که رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیة من ربکم. میگه که پیامبرانی از بنی اسرائیل که آمدن گفتن ما از طرف خدا برای شما نشانه ای آوردیم. انی اخلق لكم من الطین كحیة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا. در مورد ابراهیم علیه السلام این آمده است که از گل یک پرنده ای درست میکنم که در اون میدمم و او زنده میشود. و ابرئ الاکمع والابرص و احیی الموتی. یا که انسانهای پیس و انسانهایی که مریض داشتن اونها رو به اصطلاح شفا میبخشد، بهبود میبخشد و مرده را زنده میکند به اذن الله، به اجازه الله سبحانه و تعالی. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون. و به آنچه که میخورید و آنچه که در خانه‌هایتان پسنداز میکنید فی بیوتکم. این چی است؟ در اول آیه اگر ببینید اینجا الله متعال میگه که رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیة من ربکم. من نشانه ای از طرف پروردگار برای شما آوردم. این که پیامبری می آمد و مردم رو میگفت که این کار اینطوری است، اینجا این است، در خانه این رو پنهان کردید یا مرده ای رو زنده میکرد، همه اینها نشانه ای از طرف الله بود. یعنی کی این کار رو میکرد؟ پیامبر توسط جبرئیل از این چیزا اطلاع پیدا میکرد و الله متعال این کار رو انجام میداد. کجا در اینجا گفته که پیامبر علم غیب داشت؟ من هم اول کار بهتون توضیح دادم. الان یک چیز دیگر واسهتون روشن بکنم. الان که میگن آقا پیامبر معجزه داشت یعنی چی؟ یعنی خود پیامبر معجزه میکرد یا خداوند؟ خداوند میکرد. خداوند، ببین خداوند یک کار، یک لحظه ببینید فرق است بین غیب و بین معجزه. معجزه یک عمل خارق العاده ای رو که الله سبحانه و تعالی برای اثبات نبوت پیامبر انجام میداد. آیا معجزه را شخص پیامبر انجام میداد یا الله انجام میداد؟ معجزه را در اصل خداوند انجام میداد ولی به وسیله با ارتباط پیامبر. دقیقاً همین. علم غیب هم یک علمی است که خاص برای الله سبحانه و تعالی است. خاص برای الله سبحانه و تعالی است. کسی دیگری ادعای علم غیب نمیکنه. حالا من خدمت شما از کتاب کافی، مرتبه کتاب کافی رو هم که میدونید که دیگه صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم کتاب کافی است. این کتاب اصول کافی از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، یک از استوانه های شیعه، اینم کتابش، اینم چاپ خودشون هست، ما هم چاپ نکردیم این رو. در باب نادر فیه ذکر الغیب، در جایی که باب امور نادری که در امور غیب ذکر شده، در صفحه 185 این روایت رو من خدمت شما میخوانم.
ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله رو که میدونید، امام جعفر صادق، اذ خرج الینا و هو مغضب، بر ما خارج شد و امام جعفر صادق اعصابش خراب بود، ناراحت بود، عصبانی بود. فلما اخذ مجلسه قال، وقتی که در یک جایی نشست آرام گرفت گفت یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب، تعجب می کنم از کسانی که ادعا می کنند که ما علم غیب داریم. ما یعلم الغیب الا الله عز وجل، غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری علم غیب ندارد. حالا من حرف شما رو باور بکنم یا حرف امام جعفر صادق رو؟ ببینید من هم دارم میگم علم و غیب آنجور نبود که خودش به حساب علم و غیب را به حساب بتونه بیاموزه یا چی بکنه. علم و غیب از طرف خداوند بود. من الان نمیگم که خودش علم و غیب را به حساب تونسته یاد بگیره. دوست عزیز ببینید، امام مگر با خدا ارتباط داشت؟ با جبرئیل ارتباط داشت؟ جبرئیل که در آیاتی که ذکر شد، همین دلایلی هم که آوردید، همه اینا در مورد پیامبران است. دقیقاً واضح و آشکار ذکر شده که خداوند اگر بخواهد از بعضی از امور غیبی پیامبران را آگاه می کند، نگفته امامان را آگاه می کند. درسته، تو قرآن اینجور هست، ولی اگه بخواین به حساب روایت های از خودش بیارن که شما قبول نمیکنید. من هم به خاطر همون از کتابای اهل سنت و کتابای خودتون، کتابای اهل سنت رو با قرآن مدارک آوردن. در هیچ جای قرآن نگفته که پیامبران علم غیب دارن، در هیچ جای قرآن نگفته که امامان غیب میدانند. من هم به حساب اول حرفم بهتون گفتم همونطور که موجوده به دست خود. خب تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از شما دوست عزیز. کافیه دیگه، شما 15 دقیقه از وقت ما رو گرفتید. سوال بعدی بمونه برای برنامه بعد. خب نه، اگر میشه همین کوتاه مختصر بگم. بفرمایید. درباره جانشینی پیامبر، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 63. بله. بعدش این تاریخ طبری چند نوعی که به حساب سانسور شده، ولی من الان چند تا کتاب دنبالش گشتم همینو پیدا کردم که در مورد انذار اومده. آیه اشرا، سوره اشرا آیه 214 سوره اسراء. بله؟ سوره اسراء. نه سوره شعراء آیه 214. سوره شعراء درست، بفرمایید. شعراء بله 214 که اونجا واقعی که به حساب پیامبر عموهای خودش را دعوت میکند که حضرت علی هم اونجا بودن. این از آیه بیانگر اون موضوع هستش. من الان دیگه حرفی ندارم، ببخشید که تا الان وقت شما رو گرفتم. خب الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که یا به پیامبر میگه و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی خب میگه که بترسان، هشدار بده قوم خویش نزدیکت را. اگر دقت داشته باشید هر آیه‌ای که به حساب تو قرآن آمده یک تاریخ، یک واقعی پشت اون آیه ها هست که به حساب هر آیه‌ای که نازل شد بیانگر یک اتفاقهایی بوده، بیانگر یک داستانهایی بوده که اون آیه نازل شده. همینطور هم این آیه یک داستانی داره، یک واقعی داره که روایتش رو گفتم در کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 63 هست. خب الان من تاریخ طبری رو همینجا خدمت شما باز کردم. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62. دوستان عزیز این رو نشون بدن. در اینجا داستان اگه میشه. بله؟ صفحه 63 از 62 شروع میشه. در اینجا میاد میگه که پیامبر بله در اینجا میگه پیامبر و این آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، تو قوم و خویش نزدیکت را هشدار بده.
دعانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم من رو صدا کرد. فقال لی یا علی، گفت یا علی ان الله امرنی ان انظر عشیرة الاقربین، خداوند به من امر کرده که قوم خویش نزدیکم را هشدار بدهم. یعنی هشدار بدم در مورد چی؟ در مورد دین، که بیاید مسلمان بشید. فذقت بذلك ذرعا وعرفت اني متى اباديهم بعد الامر ارى منهم ما اكره فصمت عليه حتى جاءني جبريل فقال يا عمر انك الا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا ساعة من التمر. بعد از این میگه که من همیشه وقتی که اینا رو صدا میکنم که بیایید خلاصه جمع بشید و اینا حرف منو گوش نمیکنن. اگه غذایی براشون آماده میخوایم بکنیم، جبرئیل امر کرده، همه اینا رو دعوت کردن و بعد از اون بنی عبدالمطلب رو دعوت کرد، همه اینا رو دعوت کرد. بعد به اینا گفت که شما رو من به دین اسلام دعوت میکنم. الان اینم صفحه 63. بعد از اون میگه که عموهاش رو دعوت کرد، ابو طالب رو دعوت کرد، حمزه رو دعوت کرد، عباس رو دعوت کرد، ابو لهب رو دعوت کرد. وقتی که همه جمع شدن، غذا هم خوردن، بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم یک تیکه گوشتی رو گرفت، بعد از اون با دندانشون رو جوید و بعد از اون گفت که بگیرید بسم الله بخورید. بعد اینا خوردن. بعد از اون پیامبر به اونها گفت که بیایید ایمان بیاورید. همه اینها به اصطلاح بعد از اینکه غذا رو خوردن پیامبر رو ترک کردن. ابو لهب هم یک سری حرفایی زد، گفت که تو جادو شدی فلان، از این حرفا. کجا این گفته که مثلا پیامبر برای خودش جانشین تعیین کرد؟ بخونید اما قسمت رو. بابا این کتاب است، الان هیچ جای این نگفته، هیچ جایی نگفته که الان تا آخرش بخونی. فقال یا بنی عبدالمطلب اینی والله ما علم شعبا فی العرب جاء قوم بافضل مما قد جئتم. بعد از این بنی عبدالمطلب به بنی عبدالمطلب من نمیدونم که هر جوانی که در عرب چیزی رو از این مسائل رو بیاره، چیزی که خیر دنیا و آخرت باشه، الله متعالی اون رو امر کرده به این. من به شما دعوت میکنم که با من همکاری بکنید و چیز باشید، وزیر من باشید، من رو در این راه به اصطلاح کمک بکنید تا این که این برادر من باشد و وصی من باشد و خلیفه من باشد فیکم، یعنی در شما. قال فاحجم القوم عنها. قال فاحجم القوم عنها. مردم چیکار کردن؟ فرار کردن از او، ترکش کردن جمیعا. و قلت انی لاحدثهم سنا و ارمسهم عینا و اعظمهم بطنا و احمشهم. بعد حضرت علی گفت که من که دیگه از همه کوچیکترم و فلان از این حرفا. ساقا انا یا نبی الله اكون وزیرک، ای پیامبر خدا من میخوام وزیر تو بشم. فاخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این برادر من و وصی من و خلیفه من در شما هست. فاسمعوا له و اطیعوا، از او بشنوید و اطاعت بکنید. خب کجا این گفته که حضرت علی بعد از پیامبر خلیفه است؟ والا خود پیامبر تو همین روایت گفتن دیگه، الان خودتون واضح گفتین. دوست عزیز، پیامبر قوم و خویشش رو جمع کرد، قوم و خویشش رو گفت که کدام یک از شما به من ایمان می آورید که برادر من باشه، وزیر من باشه، وصی من باشه و خلیفه من فیکم در شما. خب هیچ کس جواب نداد غیر از حضرت علی. اگر که خلافت پیامبر یک منصب الهی بود، آیا پیامبر باید ابو لهب و ابو جهل و اینا رو جمع میکرد، با اونا میگفت که شما ایمان بیاورید تا خلیفه من بشید، وصی من بشید بعد از من؟ نگفته بعد از من، فیکم در شما. یعنی چی؟ یعنی در بین بنی هاشم، در بین قوم خودش. بعد از اون به خاطر همین فقام القوم یضحکون، مردم بلند شدن میخندیدن و یقولون لابی طالب، به ابی طالب چی میگفتن؟ قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، به تو امر کرد محمد که صلی الله علیه و سلم که از پسرت بشنو و او را اطاعت بکن. پس اینجا مسئله خلافت بعد از پیامبر نبود، خلافت یا وصیت در بین قوم بنی هاشم بود. در کجا این گفته بعد از پیامبر حضرت علی خلیفه میشه؟ ببینید من الان دارتون واضح توضیح میدم، ولی اگر جا بدید من هم سخن بگم. بفرمایید. اصلا شما بخوانید ترجمه بکنید اگر عربی بلد هستید. ببینید شما که هم مطالب خوندین، بله. بذار من هم در
در مورد این مطالب حرف بزنم. بفرمایید خیلی کوتاه. پیامبر باشه چشم حتما. پیامبر مثل که پادشاهان هر کس اگه دقت کرده باشین تو رسم تاریخ دنیا پادشاه به حساب وسیع خودش انتخاب میکرد حتی اگر بچه 2 ساله بود. خب الان اگر دقت کرده باشید زیادی پیامبران هم در خردسالی به پیامبری به حساب نازل شده بودند که شما بعد به حساب بزرگ از کوچگی پیامبر هستیم و اینجا واضح بهشون گفتن که آقا این جانشین پیامبر خدا به پشتیبان تو خواهم بود و اگر دوست عزیز من یک سوال از شما میکنم ببین یک سوال اینجا چرا رسول الله چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم همه مسلمین رو جمع نکرد؟ همه رو جمع نکرد، چرا فقط قوم خودش رو جمع کرد؟ چون که در آیه به حساب انذار آمده که اول خویشاوندان خود را آفرین، پس اول خویشاوندان خودت رو هشدار بده و در بین بنی هاشم حضرت علی رو وصی و خلیفه خودش قرار داد. نگفت که بعد از من خلیفه و جانشین من علی است. ثانیاً این جای حضرت علی به همین قضیه استدلال نکرد که گفته باشه که ای یا ایها الناس، پیامبر در روز ونذر عشیرتک الاقربین من رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. در هیچ جای همچین حرفی رو نزده. نه الان خب شما همین حرف میزنید. من الان مطالب چند تا چیز به حساب روایت هایی هستن که روز قدیر نه مسئله قدیر رو قبلا هم صحبت کردیم. الان در این روایتی که شما از کتاب تاریخ طبری آوردید، در اینجا هیچ جایی نگفته که بعد از من خلیفه من هست. میگه فیکم، در بین شما ای بنی هاشم، ای قوم من، در بین شما. مثل این میمونه که من محمد انصاری برم مثلا اصفهان بگم که نماینده من در بین مردم اصفهان آقای سید مصطفی هست، شما رو به عنوان نماینده خودم در اصفهان تعیین بکنم. آیا این به این معنی است که شما بعد از مرگ من در بین همه مسلمان‌های دنیا نماینده من هستید؟ ببخشید من الان داشتم یک موضوع دیگر رو بهتون میگفتم. خیر انشالله موضوع دیگر رو بگذارید. اومده که پیامبر گفته باشه که آقا امت من بعد از مرگ من خودتون تصمیم بگیرید. هیچ روایت اینجور نیامده که پیامبر این سخن رو چرا اومده در قرآن اومده و امرهم شورا بینهم. خب شورا را آورین وسط. بذار یک لحظه توضیح بدم. شورا را آورین وسط. دفعه قبلم گفتیم خداوند ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب نکرد. بله. به خاطر این شورا را انتخاب نکرد که به حساب سنت گذاشته میشد که بعد از اون همیشه شورا انتخاب میشد. چه عیبی داشت؟ مگر کتاب قرآن نبود؟ مگر دستور قرآن نبود که بعد از همون همونجور رسم ادامه داشته باشه؟ حرف قرآن انجام میدادن، حرف کتاب خدا را انجام میدادن. خب همین حرف انجام دادن. در سقیفه در شورای سقیفه بزرگان صحابه جمع شدن و در اونجا آمدن گفتن که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما مصلحت رو بر این میبینیم که ابوبکر صدیق جانشین پیامبر باشه. حضرت علی هم اومد یا در همونجا بیعت کرد یا بنابر روایت دیگری 6 ماه بعد اومد بیعت کرد. علی کل حال بیعت کرد. اگر که ابوبکر انتخابش رضی الله تعالی عنه کار اشتباهی بود، حضرت علی چرا سکوت کرد؟ حضرت علی به خاطر این سکوت کرد که اختلافات بینش. پس شما هم سکوت بکنید خواهشاً. پس شما چرا سکوت نمی کنید؟ حضرت علی میگید که سکوت کرد به خاطر اینکه اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد نشه. شما الان بعد از 1444 سال دوباره اومدید میخواید که اختلافات رو دامن بزنید. پس شما هم چون شیعه علی خودتون رو قبول دارید که شیعه علی هستید، پس پیرو علی باشید، سکوت بکنید. علی اون موقع سکوت کرد، شما هم الان سکوت کنید. دلیل نمیشه که ما سکوت کنیم ولی شما پس پیرو علی نیستید. پس پیرو علی نیستید که سکوت نمی کنید. ببینین برادر گرامی،
من که به حساب این حرف میگم چون شما داشتین حرفی که به حساب احادیث روایت هایی که به حساب که بره رو انکار میکردین. شما به حساب واقعی که به حساب حضرت فاطمه اتفاق افتاده رو انکار میکنید. نه دیگه الان شما از این شاخه به اون شاخه دارید میپرید. یک لحظه دوست عزیز. نه اگر ما سکوت کنیم کم کم این واقعا به افسانه پیدا میکنه. بخاطر همون نمیتونیم سکوت کنیم. خب حضرت علی چرا؟ حضرت علی موقعی که نیرو داشت، قدرت داشت، لشکر داشت، خلیفه بود، حکومت دستش بود، چرا سکوت کرد؟ دارم میگم که چون که حضرت علی چون به خاطر اختلافات بود. من هم الان اگه دارم میگم به خاطر این که شما دارین این دوست عزیز به خدا من دوست ندارم صدای هیچ بیننده ای رو قطع بکنم بگن تلفنش رو قطع کرد. لطفاً وقتی که میایید اینجا صحبت میکنید صحبتاتون رو جمع جور بکنید، مدارکتون، حرفاتون رو قشنگ بنویسید، آماده کنید، حرفی بزنید که بیننده نخندن. شما الان از کجا شروع کردید به کجا رسیدید؟ اگر شما بخواید قضیه حضرت فاطمه رو باز بکنید و قضیه خلافت رو باز بکنید و شورا رو باز بکنید، در همه این موارد من میتونم باهاتون بحث بکنم. اما دوست عزیز من سوالم این است که شما میفرمایید که حضرت علی به هیچ کدام از این دلایلی که شما استدلال میکنید استدلال نکرد. نگفت یا ایها الناس در روز وانذر عشیرتک الاقربین من خلیفه تعیین شدم، در غدیر من خلیفه تعیین شدم، در فلان جا پیامبر منو جانشین تعیین کرد. هیچ جای همچین ادعایی نکرده. شما چرا این ادعا رو میکنید؟ آیا شما از علی مسلمان ترید؟ از علی با غیرت ترید؟ برادر گران من اول حرف که بهتون به حساب گوشی من به حساب بحث کردیم گفتم شما ندای حق میدین. این وظیفه منه که از شما سوال بپرسم، شما وظیفتون با منطق خوب جواب من رو بدین. خب من جواب شما رو دادم. نه برعکس نمیشه. الان شما ادعا میکنید که امامان علم غیب میدانن. هفته گذشتم اومدید حدود نیم ساعت وقت برنامه رو گرفتید، الانم دقیقاً 29 دقیقه و 23 ثانیه شده. شما یک آیه از قرآن برای این که امامان علم غیب دارن دلیل نتونستید بیارید. دوست عزیز نمیشه اینطوری آخه. تشکر از شما دوست عزیز. آقا مصطفی تشکر. خداحافظ شما. دوستان عزیز یعنی شما میایید وقت برنامه رو هم میگیرید بعد صحبت هایی میکنید که واقعا. آقای علی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. علیکم السلام. برنامه زیبا شما. سلامت باشید. والا آفرین با حوصله شما، با آفرین با رحمت به پدر و مادر شما، با خدا که زیر حافظی ها شما. یعنی 20 سال علمی سوالات تکرار این شاخه میره دو شاخه میره. او برادر یک موضوع مطرح کردی استاد برات جواب داد از قرآن و استاد عزیز باز ما تقاضا دارم، خواهش دارم از همین کسایی که میان که خود پیرو علی رضی الله عنه میگه، علی رضی الله عنهش که بله یا نبود دومی که و گذشتگان بودن رفتند و حالا قرآن تو خوانده نمیدونن که مسلمانی که قرآن خوانده بهتر است که یک در مناظره باید در تلویزیون زنگ نزنن، خجالت نمیکشید. قرآن کلام الله را خوانده نمیتونید. باز محمد صلی الله علیه و سلم با بسیار بیادبی و گستاخی نام میگیری. وقتی که نام از او رو میگیری باید صلوات محمد صلی الله علیه و سلم بگی یا صحابه محمد صلی الله علیه و سلم. با شما قرآن یاد نداری و آدرس هم میدی و از این شاخه به اون شاخه آن تو رو به جانشین چه اول بود، دوم بود، سوم بود، حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت ابوبکر صدیق صاحب یا خودشان در آخرت جواب بدن. وظیفه ما شما باید یاد گرفتن اسلام، توحید اسلام است، قرآن یاد گرفتن قرآن است، کلام الله است که در آخرت از ما پرسان میشه. استاد عزیز آفرین به رحمت و به خدا رحمت، هزاران رحمت به شما که در 20 سال این سوالای تکراری از یار جواب داده. ولی این واقعا یار حافظی هستند، گپ نشنو هستند، گپ نمیشنوند. درست. اومده وقت برنامه را ضایع میکنن. باور کنید 1 ساعت از من منتظر هستم. 1 ساعت شاید دیگه برادران چقدر زیاد باشن. ولی اومده از این شاخه به اون شاخه مسئله غیب چیز که برات از قرآن ثابت کرد. مسئله آمد معجزه و غیب از زمین آسمان فرق داره. دیگه موضوع دیگه بخشی است که اون استاد براتون تشریح که بعداً جزاکم الله خیر. زنده باشید برادر. الله سوال داشتم که همین افغانستان خو بله زود در سر خرافات بوده، زود سر قبر پرستی
پرستی بری، زود سر شرک بری، زود سر مذهب پرستی بری، سر رهبر پرستی بری، ولی کم مشکلات آفرین با شما استاد عزیز. سلام در مسجد در افغانستان در یک مسجد برفتم سوینه بتون در پای من در پای یک کاکا زدم و کاکا در پولی بود رفتم با ملا شکایت که گفتیم ای وهابی آمدن این باید اندازه این جنجال و مشکلات ما داریم. آخر من گفتیم ما برادر اینمی خصوصانات اینمی حدیث محمد صلی الله علیه و سلم نیست کل یک دم قدیم را بمبارمان کنن. این باید اندازه جهارت بنا کنن فی مذهب ما بنام این هیچ مذهب و دینه و این 4 مذهب داریم برای موقع در 3 مذهب دیگه تعصب و اینقدر اختلافات نیست. و اینجا بینید تسبیحات 1000 حالا من پرسانش میکنم میگم من 1000 ذکر دارم 1000 وظیفه از که داره از شیخم از مولایم از پیرم. آره در گوشات حدیث امیر استاد عزیز اگر تشریح بده بازم جزاکم الله خیر. وقتی که نامه شما نگیریم دیگه 1000 دیگه ذکر میگم 1000 من نمیفهم با این 1000 با اون یعنی در احادیث محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده. بازم جزاکم الله خیر. زنده باشین. سلامت باشین. الله متعال سک. زنده باشین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد ذکر ببینید، ذکر من در یک برنامه جداگانم در این مورد صحبت کرده بودم. ذکر عبادت است. ذکر کردن، ذکر الله سبحانه و تعالی را کردن عبادت است. در عبادت 2 شرط است. بعضیا میگن 3 شرط است. نیت، اخلاص، طبق شریعت، یعنی طبق قرآن و سنت. ذکری که از قرآن نباشد، ذکری که از سنت نباشد، روش ذکری که در سنت ذکر نشده باشد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور نداده باشند، این رو به دیوار بزنید. هر ذکری که باشد، هر دعایی، هر ذکری که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از قرآن کریم ثابت شده باشد و روش ذکر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده باشد، این ذکر شرعی و اسلامی است. غیر از اون هر چی است باطل است، منکر است. کسی که انجام میدهد گناهکار می شود. چرا؟ چون عبادت رو باید طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اونا ثابت شده که بعد از نماز شما در جای نمازتان می نشینید با انگشتان دست به این شکل: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم با انگشتان دستشان انجام دادن و این 33 بار سبحان الله، 33 بار الله اکبر، این رو الحمدلله، این از پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق احادیث صحیح ثابت شده است. و هر ذکر و دعایی که از پیامبر ثابت شده است، این شرعی است، اسلامی است، دینی است، اجر و پاداش دارد. طرف بشینه بگه که نه من این که پیامبر گفته انجام نمیدم، بعد از نماز می نشینم مثلا یک تسبیح 1000 دانه‌ای رو یا دانه لوبیا و نخود و نمیدونم کشمش و بادام رو اینا رو جمع میکنم، بعد 1000 مرتبه فلان ذکر رو انجام میدم. بعد کتابایی هم دارن 5 گنج و نمیدونم 6 گنج و فلان. اینها دعایی هست، ولو اینکه با یکی بحث میگه این دعا مگر چه مشکلی دارد؟ همین مشکلی که طبق سنت پیامبر نیست و در اوقاتی نوشته شده که این دعا را بخوانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن، این خودش مشکل است. میگن چی؟ ما پیامبر رو دوست داریم به خاطر همین این ذکر و این دعا را میکنیم. الله متعال میفرماید اگر واقعا شما راست میگین که پیامبر را دوست دارید، قل، ای محمد بگو به آنها، قل این کنتم تحبون الله، اگر که الله را دوست دارید، اگر پیامبر را دوست دارید، قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر که شما واقعا الله و رسول را دوست دارید، از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت بکنید تا الله شما را دوست بدارد. ببینید شما امروز یک دوست دارید، دوستتان یک عادت خاص داره، شما در کنارش می نشینید، از همون عادتش تقلید می کنید، در همون عادتش با او شریک می شوید. چرا؟ چون که شما دوستش دارید. انسان اگر کسی رو دوست دارد از او پیروی می کند. انسان اگر کسی رو دوست دارد از او اطاعت می کند.
اگر واقعا رسول الله رو دوست دارید صلی الله علیه و آله و سلم، از سنتش پیروی بکنید. این ذکرها، این دعایی که خوانده می شود و طبق سنت نیست، اینا گناه است، اینا منکر است، اینا بدعت است. میگن که مگر چه اشکال دارد که حالا من بعد از نماز بشینم، بعد از نماز با صدای بلند همه در مسجد بگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. یک سوال ساده میپرسیم، همین کاری رو که شما میگید بعد از نماز با صدای بلند این دعا و ذکرها رو میکنید در مسجد، همین رو پیامبر کرده یا نکرده؟ اگر میگید کرده، دلیل بیارید. از کدام حدیث، کدام کتاب حدیث که میخواید دلیل بیارید. اگر نکرده، آیا شما کار خوبی را میخواهید انجام بدهید که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدانست یا انجام نداد؟ آیا این توهین به پیامبر نیست؟ آیا این توهین به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که الله متعال میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، دین را به شما امروز تکمیل کردیم، دین ما کامل است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کسی که در دین ما یک چیزی رو تازه میآورد، نو میآورد که در دین ما وجود نداشته است، این رد است. یعنی چی؟ برمیگردد به خودش، هیچ اجر و پاداشی ندارد، بلکه گناه است، مخالفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز، بفرمایید. الله شما راضی باشد. من علی هستم از تاجیکستان. آقا یک سوال داشتم. الله در قرآن در سوره انفال آیه 28 اگر خطا نکنم میفرماید اموالهم و اولادهم ازواجهم و اولادهم فتنه. همین میخواستم تفسیر کنید این فتنه به چه معنا آمده است. بعض آنها ترجمه میکنن که فتنه به معنای دشمن آمدگی، مگر زن و فرزند به ما دشمنه؟ میخواستم تفسیر کنید. چشم انشاءالله. تشکر زیاد، دست در نکنه. زنده باشید، سلامت باشید دارم. الله متعال حفظتان کند. علیکم السلام و رحمت. ببینید برادر عزیز و گرامی، در اینجا من خدمت شما یک آیه رو اینجا بیارم. اولا در اینجا الله سبحانه و تعالی یک آیه دیگر رو خدمت شما بیان بکنم. در سوره کهف آیه 46 الله سبحانه و تعالی میفرماید که دوستان اگر نشون بدن المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، و کارهای شایسته، کارهای ماندگار، اینها در نزد پروردگارت ثواب بهتر و امیدوار کننده دارد. فرزند صالح باقیات الصالحات است. فرزند صالحی که شما تربیت میکنید، هر روزی که مردم او را ببینن بگن که خدا پدر و مادرت را بیامرزد که مثل تو فرزند صالح تربیت کرده است. فرزندی که متدین باشد، خیرش به مردم برسد، همیشه مردم برای شما چی میکنن؟ دعا میکنن. این یک صدقه جاری است. فرزند صالحی که بعد از مردن برای شما دعا بکند. میگن که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. وقتی ابن آدم میمیره، فرزند آدم میمیره، همه اعمالش قطع میشه، تمام دیوانش بسته میشه. سه چیز باز است. ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برایش دعا بکند. علمی که مردم از او استفاده بکنن، کتاب نوشته است، شاگرد تربیت کرده است. و صدقه جاریه، پل ساخته است، مسجد ساخته است، بیمارستان ساخته است، مدرسه ساخته است، کارهای خیر انجام داده است. این سه چیز بعد از مردن نفعش به شما میرسد. اولینش چی است؟ فرزند صالح. پس فرزند صالح زینت دنیا هست یا نیست؟ فرزند صالح باقیات الصالحات هست یا نیست؟ آنچه که باقی میماند فرزند صالحی که بعد از شما برای شما دعا میکند. کی گفته که مال و اولاد انسان فتنه است، بد است؟
اونجا که الله سبحانه و تعالی، الان میریم رو آیه هم ذکر میکنم برای شما، اگر همین فرزند شما صالح نباشد، تربیه خوب نکرده باشید، مسلمان نباشد، دیندار نباشد، خیرش به مردم نرسد، یک انسان لابالی و فاسق و فاجر باشد، هر روز مردم در هر جا ببینن چی میگن؟ لعنت بر پدر و مادرت که مثل تو فرزند تربیت کرده. فتنه شد یا نشد؟ هر جایی که این بره مردم بر پدر و مادرش لعنت که این چه اولاد بیفایده ای که به درد جامعه نمیخوره تربیت کرده. فتنه شد یا نشد؟ فرق در اینجاست. ببینید، فرزند صالح تربیت بکنید، فردا جامعه از او استفاده میکند، دعا میکند در حق شما، مردم برای شما دعا میکنند، او برای شما دعا میکند، صدقه جاری است برایتان. تا وقتی که این فرزند شما از دنیا میرود، دعای این اجر و پاداش تربیت صالحی که شما کردید به شما میرسد. مثلا فرزندتان را خرج کردید، مصرف کردید، فرستادید، قرآن را حفظ کرد. من نمیگم که فقط فرزندانتان رو بفرستید نافذ قرآن بکنید، بذارید دکتر بشن، مهندس بشن، خلبان بشن، تکنولوژی رو یاد بگیرن، در بهترین دانشگاه دنیا درس بخوانن. این تعارضی ندارد با اینکه حافظ قرآن بشن. بعضیا فکر میکنن که نه، من بچه‌ام ببرم فقط حافظ قرآن بشه دیگه کاری به دنیا داره من. نه، این کار غلط است. ولا تنس نصیبک من الدنیا، حق در دنیا رو فراموش نکن. حافظ قرآن هم باشه، دکتر هم باشه، حافظ قرآن هم باشه، مهندس باشه، چه اشکالی داره؟ بعد این فرزند شما هر روزی که یک صفحه قرآن تلاوت بکند و شما در این دنیا نباشید، باور میکنید که همون ثواب یک صفحه‌ای که میخواند که انه شما هم خواندید، ثوابش در قبر، در برزخ به شما هم میرسد؟ چطور میرسد؟ چون که شما سبب شدید که این حافظ قرآن شود. من دل علی خیر کفاعله، کسی که دلالت میکند به یک کار خیر مانند کسی است که این کار خیر رو انجام داده باشد. شما فرزندی تربیت کردید که محبت انسان، محبت مسلمان ها در دلش است، میره مثلا دکتر است، میره بیماران محتاج رو مفت علاج میکنه. این اجر و پاداشش هم برای فرزندتان است، یک کاپی هم در نامه اعمال شما هست. پس فرزند خوب نعمت است، زینت الحیات الدنیا، و باقیات الصالحات است، در آخرت هم به درد شما میخورد. اما آنچه که میگویند که در این آیه، دوستان عزیز اگر که نشون بدن اینجا، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بعد میگه که بدانید که مال شما، اموال شما و فرزندان شما اینها فتنه هستند. فتنه در اینجا چه معنی؟ وسیله امتحان شما هستند که اگر این فرزندان را خوب تربیت کردید، زینت حیات دنیا و باقیات صالحات هستند. اگر بد تربیت کردید، وسیله هستند برای آزمایش، وسیله هستند برای گرفتاری شما. چطور؟ مثلا یک انسانی، الله سبحانه و تعالی انسان خیلی خوبی است، انسان متقی است، پرهیزگار است، خداوند به او فرزندی عطا کرده که گمراه است، بیراه است، شاید در تربیتش کوتاهی کرده، شاید هم الله سبحانه و تعالی این وسیله‌ای برای امتحان و آزمایش تو قرار داده است. یکی از فرزندش بیمار است. بعضی فکر میکنن چرا فرزند فلانی شل است، بیمار است، مثلا بیماری روحی دارد، روانی دارد، مشکلی دارد. یکی از حکمتاش میدونی چی است؟ همین فرزند سبب میشه که اون پدر و مادر همیشه به یاد خدا باشند، و اگر خداوند همین فرزند رو گرفتار همین بیماری نمیکرد، شاید اینها از یاد خدا غافل میشدن. این یک امتحان است، این یک فتنه است. الان الله سبحانه و تعالی میخواهد شما رو وارد جنت بکند به همراه همین فرزندتان. چیکار کرده است؟ شما رو دارد امتحان میکند به وسیله این فرزند بیمار که آیا صبر میکنید؟ آیا تحمل میکنید؟ آیا شکر الله را ادا میکنید؟ اگر این کارو کردید، الله سبحانه و تعالی، زندگی دنیا کوتاه است، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال،
اما زندگی جاودانی، زندگی آخرت. پس وقتی که شما امتحان میشید در اینجا، وقتی که شما از این امتحان سربلند به در میایید، الله سبحانه و تعالی شما و فرزندتان را در بهشت جاویدان الی الابد، در آنجا الله سبحانه و تعالی شما را پاداش میداد، اجر میداد. این است. و اگر که فرزندتان را صحیح تربیت نکنید، اگر که امور دین او را آگاه نکنید، فردا فاسق میشد، فاجر میشد، جانی میشد، زناکار میشد، آدم دزد میشد، آدم بد میشد. و هر جا هم که ببینید مردم چی میگن؟ شما را لعن و نفرین میکنن که همچین فرزندی تربیت کردید. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما فرزندان صالح عطا بکند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری ناز، شما درست؟ سلامتیاتون خوب؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ درست رحمت برادر. یک سوال داشتم. بفرمایید. دو سه سوال داشتم. یکمیانش همین که وقتی که انسان اگه انسان شما را دوست دارد به خاطر الله، بله، در همون طایفه که هفت طایفه هستن، بعدا در روز قیامت در زیر سایه الله جاگیر میشن، آیا همین آدم هم در همون طایفه ها چی میشه؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که 7 گروه در زیر سایه عرش الهی هستند. یکی از آنها 2 برادر مسلمانی که به خاطر الله همدیگر را دوست داشته باشه. بله بله. تشکر از شما برادر. سلامت باشید برادر. زنده باشید. الله یک سوال دیگر داشتم برادر. بفرمایید. سوال من از آیت قرآن میباشد. بفرمایید. در چند آیه قرآن خداوند الله متعال میفرماید رب المشرق والمغرب، یا اینکه رب المشرقین و رب المغربین، یا اینکه رب المشارق والمغارب. همین یک توضیح میدادید. چشم، در این مورد صحبت میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من اینجا یک تصویری رو من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت تلفن هستن. انشاءالله در هفته آینده بقیه دوستان را خواهیم گرفت. در یک جا در قرآن میگه رب المشرقین، رب المشرق و رب المغرب، در جای میگه رب المشرقین و رب المغربین، در جای میگه رب المشارق و رب المغارب. علمای قدیم در تفسیر این آیات چی گفتن؟ گفتن الله سبحانه و تعالی یکی مشرق و مغربی است که مشرق و مغربی که همه ما میشناسیم، جایی که آفتاب طلوع میکند، جایی که آفتاب غروب میکند. بعضیا گفتن که چون این مشرق و مغرب در زمستان تغییر میکند، مثلا شما میبینید در تابستان آفتاب از روبروی خانه شما طلوع میکند، در زمستان تقریبا یک متری، 1.5 متری یعنی تغییر میکند. مثلا خانه شما در تابستان آفتاب واردش میشود، در زمستان وارد خانه نمیشود از پنجره، چون که مشرق تغییر میکند. و همچنین مغرب. بعضیا گفتن که مشارق و مغارب گفته است، یعنی مشرق ها و مغرب ها، به خاطر اینکه در تابستان و در پاییز و در زمستان یا در خزان به اصطلاح در اینجا طلوع و غروب آفتاب تغییر می کند. اینا همه تفاسیری است که در قدیم علما داشتن. اما یک چیز دیگر رو، تفسیر جدیدی که به اصطلاح در من این رو در یکی از تصاویر هست، اگر بتوانم برای شما نشان بدهم. امروز علم کشف کرده که در بعضی از کواکب 2 آفتاب با هم طلوع میکنن و 2 آفتاب با هم غروب میکنن.
در بعضی از کواکب 3 آفتاب با هم طلوع میکنن و 3 آفتاب با هم غروب میکنن. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که ببینید ما یک خورشید داریم، یک ستاره داریم که به اصطلاح زمین به دور او میچرخد و این سبب میشود که ما شب و روز داشته باشیم و یک آفتاب داشته باشیم که طلوع میکند و غروب میکند. کواکب دیگری هست که به مراتب از زمین بزرگتر است و این کوکب به دور 2 تا ستاره میچرخد، به این معنی که 2 تا آفتاب طلوع میکند، 2 تا آفتاب غروب میکند، یعنی مشرقین و مغربین میشد. کواکبی هست که به دور به اصطلاح 4 5 6 ستاره میچرخند. به خاطر همین شما در اون کوکب اگر زندگی میکردید صبح 4 تا آفتاب با هم طلوع میکرد، شب 4 تا آفتاب غروب میکرد. این تفسیر علمی جدیدی است که بعضی از علما که متخصص در اعجاز علمی قرآن هستند به این اشاره کردن و یکی از واقعیت‌های علمی است. تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه شما را به پروردگار متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.